اگر این نکته رو رعایت نکنیم خواسته هامون وارد زندگیمون نمیشه، هیچ وقت نمیتونیم جذبشون کنیم. ببینید زمانی که ما رو خواستمون متمرکز میشیم، داریم ارتعاش میفرستیم، چون چرایی انجام تمرینمون جذب اون خواسته است، ناخودآگاه توجه ما درگیر این میشه کی وارد زندگیمون میشه. زمانی که دونه رو میکاریم یه مدت زمانی طول میکشه تا این دونه سر از خاک بیرون بیاره. خب این توی این فاصله هیچ خبری نیست. واسه خواسته های ما هم دقیقا همین شکلی. اگر ما چشممون به نتیجه باشه که کی خواستم وارد زندگیمون باشه، در این بین میبینیم هیچ خبری نیست. ناخودآگاه ما، ذهن ما متمرکز میشه روی این هیچ خبری نیست، روی این فاصله زمانی، و گفتیم روی هر چیزی متمرکز بشیم همون رو جذب میکنیم. روی هیچ خبری نیست متمرکز شدیم، همین رو جذب میکنیم. پس فاصله میفته بین ما و خواستمون. حالا باید چی کار کنیم؟ چرایی انجام ما از انجام دادن هر تمرینی رسیدن به حال خوبه. شما هر چیزی که دوست داری تجسم کنی، چرایی این باشه که من میخوام حالم خوب بشه. یه ماشین میخوای، مثلا خواستار ماشینه، اون ماشین رو مجسم کن، داری باش دور میزنی یا هر جایی که دوست داشتی رفتی و داری لذت میبری. خواسته ما رسیدن به حال خوب بود، در لحظه به اون حال خوب میرسی. این حال خوبی که داری ساطع میشه به جهان بیرون ارتعاشت، اون حس خوبت اتفاقاتی رو جذبت میکنه. خب در این رفت و برگشت احساس خوب ما و اتفاقات خوب، خواسته شما که اون ماشین بوده وارد زندگیتون میشه. یعنی ما مستقیما نباید بیایم بگیم که من این ماشین رو میخوام، حالا همین ماشین وارد. چرا؟ چون که فاصله‌ای که میفته ناخودآگاه متمرکز میشیم روی این فاصله که الان نداریمش، پس کی میخواد بیاد. خود به خود باعث میشه که خواستم وارد زندگیمون نشه، چون متمرکزیم بر روی نبودش. پس چراییمون اینه که ما روی حال خوب متمرکز میشیم. از انجام هر گونه تجسمی، هر تمرینی میخوام به حال خوب برسم. مثلا تجسم میکنی ثروتمندی، چرا؟ نه به خاطر اینکه ثروتمند بشی، چون اینجوری دوباره باز توجه میره به این که پس کی میخوای ثروتمند بشی. من تجسم میکنم ثروتمندم تا حالم خوب بشه. این حال خوب ما اتفاقاتی رو جذب ما میکنه. فرداش ممکنه اتفاق اصلا نامربوط به ثروت برات بیفته، ولی اتفاق خوبه. دوباره چون این اتفاق خوبه، حس خوبی داری، این حس خوب دوباره اتفاق خوب دیگه رو جذب میکنه. توی رفت و برگشت این حال خوب و اتفاقات خوب، خواسته شما هر چیزی که هست وارد زندگیتون میشه. پس نباید از مسیری بریم که چشم انتظار نتیجه باشیم. باید از مسیری بریم که در لحظه بتونیم به دستش بیاریم. چیه؟ حال خوبه. حال خوب اتفاقات خوب جذب میکنه. یکی از این اتفاقات خوب ورود خواسته شما به زندگیتونه.